خوش اومدین به پارت اول اسکای فکتوری هاردکور. قبل از اینکه بریم سراغ شروع ویدیو اینو یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو آن کنین و اینکه این ویدیو رو لایک کنین. بدون هیچ معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب اول این برگه رو میکنیم، میریم پایین، دو تا چوب باید بکنیم و آره دیگه میکنم جا بلنک میسازیم. یک کرافتینگ تیبل رو میذاریم زمین. این استیکا رو اینجوری میذاریم، نمیدونم چرا اونجوری نمیشه، شاید کنترل داشته باشه. و اینکه این کرافتینگ تیبل هم میکنیم. آیتمایی هم که بهمون داد کاپ آف کافی، توست که خیلی خوبه، به بیلدینگ واند میتونیم باش بیلد کنیم، تورچ خوبه. اینا رو فعلا میذاریم دم دست نباشه، بعد تورچ رو برای شب نیاز داریم. خب دونه دونه شروع میکنیم به کندن برگا. با این یه دونه سپلینگ داد که عالیه. این کرافتینگ تیبل هم تبدیل میشه به کرافتینگ استیشن که قشنگ تره، کلا بامزه تره. خب اینا رو تبدیل میکنیم به اسلب. بعد این کرافتینگ استیشن هم میکنیم، شیفت رو نگه میداریم و این اطراف بلاک میذاریم تا یکم بیس بزرگتر شه. جوری میایم درخته رو رشد میدیم. البته من این برگا رو بکنم. اوکی. تا روز اول کلا کانگر ازمون کم نمیکنه. درختم الان داره رشد میکنه. پارتیکلاشو نمیبینین چون که من انیمیشن ها رو خاموش کردم. اگه اینجا بیام انیمیشن ها رو روشن کنم ببینید آره رشد کرد. من انیمیشن ها رو خاموش کنم فعلا. کپس لاک رو نگه میداریم و آره خب اینجا رو یکم بزرگ کردم. حالا اونو بیخیالش میشیم. ببینی الان 3 تا سیلک ورم آره درست از اینا داریم و خب شاید بگیم به چه دردی میخوره. من الان این درخته رو رشد میدم. اوکی رشد کرد. الان یه دونه میزنم اینجا برای مثال، یه دونه اینجا و یه دونه اینجا. میبینی رنگ اینا عوض شد و اینا یه درصدی میبینین اون بالا داره میره بالا و خب اینا میان برگه کنارش هم این شکلی میکنن و آره دیگه وقتی با کروک اینا رو بکنیم تبدیل میشه به استرینگ.
خب این درخت تقریبا همش از این کرما رفت توش، پس کپسولاک رو میگیرم و وین ماینش میکنم. 24 تا استرینگ کلن بهم داد که کمه، همه زحمت کشیدم براش، بعد 24 تا استرینگ واقعا نامردی بود. و آره دیگه الان با این استرینگ ها شاید ببین باید چیکار کنیم. خب این رو میذاریم اینجا، یه همش تبدیل میکنیم به پلنک، یه چند تا استیک میخوایم، یه 4 تا بسته، اسلپ نمیخوایم. الان اینا رو باید اینجوری بذاریم این شکلی، به همون چیز میده. من درست بذارمشون، به همون یه چیزی میده به اسم سیلک مچ. 2 تا میتونم ازش بسازم که منم 2 تا ازش میخوام. اینجوری میذاریم این شکلی و خب اینجا هم 2 تا پلنک اینجا، البته 2 تا پلنک اینجا، 2 تا پلنک هم اینجا، یه دونه استیک نمیشه اینجوری بذارش. اوکی. سیو بهمون میده. خب این شاید بگین به چه دردی میخوره. ما میذاریمش اینجا، یه دونه برل هم نیاز داریم. این آیتم توی کرافتینگ تیبل میمونه؟ نمیدونستم. خب یه دونه اسلپ درست میکنیم. بکنم توی این کرافتینگ استیشن ها میشه اینجوری، چون که با کرافتینگ تیبل عادی نمیشد، قبلا سعی کرده بودم. یه دونه اوک برل میگیریم، نام میذاریم فعلا توش بمونه. این سپلینگ هایی که داریم و اینطوری روش راست کلیک میکنیم و اون بالا یه درصدی بهمون نشون میده و اگه اون درصد 100% بشه ما این تبدیل میشه به درت. حالا من سرعت اینجا رو زیاد میکنم. خب این کامل شد. خب آره دیگه روش راست کلیک کنیم بهمون درت میده و این درت اگه بکنیم تو این بهمون استون پیبل میده. نمیدونم چرا زده استون، معمولا 4 تا یا 5 تا میده. من از شانس بدم 3 تا بهم داد، ولی اگه 4 تا از اینا بذاریم کنارم یه دونه کابل استون بهمون میده. پس صبح شد، من این توستر رو بخورم و بریم سراغ جمع کردن چوب. اوکی، من تقریبا هانگرم داره تموم میشه و 24 تا سیب. اینجا کوکت اپل داریم ولی خب فرنیس ندارم. آره دیگه فعلا یه دونه فرنیس درست کنم. سیبا رو چرا گذاشتم اینجا؟ کلی سپلینگ الان دارم من و آره دیگه کلی الان سپلینگ دارم و راحت میتونیم باش کلی درخت بکاریم، ولی به نظرم دیگه کافیه. این چوبایی که داریم رو میخوام تبدیلشون کنم به برل تا این پروسه درت ساختن ما یکم سریعتر بشه و خب راحت ترم بشه. آره دیگه اینجا 5 تا برل میذاریم. آره این شکلی
همه اینا رو پر میکنیم و کلی درت به دست میاریم که این درت الان تبدیل شد به پیبل و من الان میتونم یه دونه کابلستون درست کنم و خب من الان 8 تا از این کابلستون ها نیاز دارم و میشه کلی درت. خب اینم از آخرین درت. حالا چرا میگم آخرین؟ چون که سنگامون بالاخره به حد نیازش میرسه و فرنیس. و یه چیزی هم که به ذهنم رسید اینه که تعداد درتا رو بیشتر کنیم و درختای بزرگتر بکاریم تا بتونیم سریعتر چوب به دست بیاریم و خب تا چند وقتی دیگه خب باید اتوماتیکش هم بکنیم این چوب به دست آوردن رو. نمیشه همینجوری بیایم مثلا چوب هی بکنیم و خب سخته. اپل پخته وجود نداره؟ نه. ولی خب الان میایم رو کنم مثلا این شکلیش بکنم. امیدوارم مشکلی پیش نیاد درست کار کنه. یکم سیبش میکنم تا استون به دست بیارم. اوکی استون. الان یه دونه همر بسازیم. استیک داریم، چوبم که هم تو فرنیس داریم هم دم دست. اینطوری میتونیم یه دونه همر بسازیم، وودن همر. اینو میذاریم زمین، این کابلستونه رو، و با همر میکنیمش و بهمون گرول میده. حالا اگه گرولم بذاریم زمین و بکنیم بهمون سند، و اگه اینم بکنیم بهمون داست میده. و خب آره دیگه برای این که مثلا اینم باید یه دونه چیز بسازیم از اینا کالدرون که بتونیم توش یه سری گیاه ها بذاریم و آب ازش به دست بیاریم. مثلا این نمیشه گذاشت. چی دارم اینجا؟ چیزی ندارم که همین درختای رو رشد میدیم. کلی برگ نیاز داریم. چیزی فهمیدم، بازم به سطل نیاز داریم، چون که ما باید اینو بذاریم توی این و خب از این طریق آب کلی به دست بیاریم. پس آره دیگه باید کلی گرول بتونیم به دست بیاریم. امیدوارم اینا ستایی روش کنن. ستایی روش کن. هم روش کرد. امیدوارم یکی روش نکرد ولی امیدوارم روش میکنه. آره روش میکنن. خوبه. الان اینجا درت میخوایم که درت ها رو تبدیل کنیم به یعنی سپلینگ ها رو تبدیل کنیم به درت. بعد اون درت ها رو بیایم تبدیل کنیم به کابلستون. بعد کابلستون رو تبدیل کنیم به گرول. بعد گرول رو بذاریم تو این دستگاه تا اون موادش کاملا مثلا تصفیه بشه و از توی گرول بتونیم آهن پیدا کنیم.
اوکی 6 تا درد بد نیست، میشه 6 تا گرول. 6 تا گرول هیچ کاری باش نمیشه کرد. خب ببینیم چی بهمون داد. یه دونه آهن، همه یه دونه آهن داد. کدم نگه میداریم باش تورچ میسازیم. خب فکر کنم این باید بشه آیرون گرول اور. روش کن. اون یکی آهنمو گذاشتم کجا؟ آهنم نیست، آهنمو میخوام. بعد اینجا رو این شکلی گسترش بدیم تا بتونیم از اینا بکاریم. خب اینجا این شکلی شد و خب من تصمیم دارم فعلا یه دونه پکسل بسازم. هم روش کرد، حالا بقیه‌شون هم روش بدم. البته چوب دارم، یه دونه چوبی میخوام بسازم فعلا، یه دونه پکسل چوبی. از اینجا یه دونه کمی چوب بهم بده. بعد یه دونه خبر میخوام. یه دونه کلنگ، یه دونه هم بیل. اینو باید بردارم. اینجا سرچ کنم پک خودمون باید ترتیبش رو به دست بیاریم. این ترتیب که نیست. اول کلنگ رو میذاریم، تبر بیل، پکسل نمیشه ساخت؟ نخیر. اگه میدونین پکسل چجوری میشه ساخت حتما توی کامنت ها بنویسین، چون من نمیدونم واقعا چجوری پکسل بسازم. مثلا وجود داره. اوکی، مسیر رو باید ادامهش بدیم که حواسم نبود این سفینگه رو کندم.
مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال منم سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش هم آن کنین و اینکه این ویدیو رو لایک کنین و تا ویدیو بعدی خدافظ.